در سال 798 میلادی در شهر کیوتو، پایتخت باستانی ژاپن، دروازه‌ای ساخته شد به نام راشومون. راشومون بزرگترین دروازه شهر کیوتو بود که پس از سقوط دولت کیوتوی غربی و تغییر پایتخت رو به ویرانی نهاد و نهایتاً مبدل به پناهگاه دزدان و راهزنان و محلی برای رها کردن اجساد بی پناه گردید. آکیرا کوروساوا فیلم راشومون رو بر اساس 2 قصه کوتاه دربیشه و دروازه شیطان نوشته رینوسوکه آکوتاگاوا ساخت. یک سامورایی به همراه همسر خود از جنگلی عبور میکنن. راهزنی به اونها حمله میکنه. یک هیزم شکن، یک راهب و یک مأمور هم جسته و گریخته چیزهایی از این واقعه رو دیدن. حالا همه این آدم‌ها به همراه زن و روح سامورایی در محضر قاضی که ما مخاطبان باشیم حاضر میشن تا روایت خود رو از این ماجرا نقل کنن. در تمام روایت‌های ضد و نقیض راویان یک چیز ثابته: مرگ سامورایی. اما کوروساوا در راشومون قصد نداره تنها به بازگو کردن داستان قتل سامورایی بپردازه. به نظر میرسه اون دغدغه‌ای فراتر از این ماجرا داره: جنایت و تجاوز. ماهیت این مسئله از زوایای مختلف قابل بررسیه، اما کوروساوا تنها از 4 جهت به بررسی و تحقیق اون میپردازه: راهزن، شوهر و زن که 3 ضلع این حادثه رو از یک سو تشکیل میدن و ضلع 4م مرد هیزم شکن که تنها شاهد ماجراست. راویان حادثه به 4 گونه متفاوت داستانشون رو تعریف میکنن و سوال بزرگ اینجاست که کدوم یک از این 4 روایت به درجه‌ای رسیده که بشه به اون اعتماد کرد. کوروساوا مطالبی رو طرح میکنه که در حاله ای از رمز و راز نهفته است. گاهی به شکل مرجعی میمونن و گاهی مانند سراب بیننده رو مفتون و مجذوب میکنن. اما قرار جهان ساخته شده کوروساوا برونه که کسی نتونه به صحت و سقم ماجرا واقف بشه. کوروساوا برای ساخت راشومون علاوه بر تکیه زدن به مفاهیم و خصلت‌های عمیق و قدرتمند انسانی، از تکنیک‌ها و تمهیدات تصویری پرشماری هم بهره برده. به طور مثال او با تاشهایی از امپرسیونیسم شاعرانه فضاهای تحسین برانگیزی رو خلق میکنه که بیننده رو مسحور میکنه. یا استفاده استادانه از نماهای متضاد. استفاده از نماهای درشت و تاکید به پیوند مثلثی نمای زن، راهزن و شوهر که یکسان بودن اندازه، طول زمانی و القای حالت مثلث رو تاکید میکنه. برای کوروساوا تکنیک فید اوت به منظور القاء مفهوم نابودی است و تکنیک دیزالو مفهوم گذشته زمان. مثل اون چه در پایان فیلم می‌بینیم. 2 مرد زیر دروازه ایستادن. با چند دیزالو و استفاده از تکنیکی ماهرانه در زمانی بسیار کوتاه تصویر اونها به تدریج درشتر و نزدیکتر میشه. این حرکت و اشاره که قراردادی به نظر میرسه مخاطب رو وادار به نگاه کردن و حس کردن گذشته زمان میکنه. حالا 73 سال از ساخت راشومون میگذره و همچنان روشنایی حقیقت از میون تاریکی قابل تشخیص نیست. واقعیت سرشت آدمی، حقیقت کدومه؟ و قضاوت همچنان پاشنه آشیل جوامع انسانیه که بر اساس اونها بسیار آثار متنوع هنری خلق میشه. از این رهگذر فیلم راشومون منبع الهام کارگردانان بسیاری در جهان بوده که نزدیکترینشون به ما شاید اصغر فرهادی باشه در فیلم‌های درباره الی، جدایی نادر از سیمین و حتی فروشنده.